یو what is up guys، خوش اومدید به کانال آروین وایبز. بچه تو ویدیوی قبلی من گفتم که اومدم کشور انگلیس، به اینجا مهاجرت کردم، ولی من نگفتم که به کدوم شهر اومدم. حالا از اونجایی که من کلا مسافرت زیاد میرم و عاشق ماجراجویی و رفتن جای جدیدم، گفتم که چرا که بچهای یوتیوب رو با خودمون همراه نکنیم، چرا شما رو با خودم نبرم که کالچر و فرهنگ و کلا غذاها و این کشورهای جدید و این شهرها رو با هم دیگه ببینیم. خیلی ایده خوبیه. پس تصمیم گرفتم که یه سریز جدید درست کنم. یه پلیلیست جدید خواهد بود تو سکشن پلیلیست های آروین وایبز و اسم این قرار باشه که با من دنیا رو بگرد. تو این پلیلیست ما قرار چندین تا اپیزود داشته باشیم و این اپیزود اوله و قرار توش راجع به شهر من، شهری که بهش مهاجرت کردم، شهر برمینگهام صحبت کنیم. پس بدون معطلی let's get started guys. خب اول از خود کشور انگلیس شروع کنیم. یک کشور خیلی باحال، پر از قصه ها و داستان های خیلی عجیب، فوتبال و البته چایی که جزء فرهنگشونه. میخوام یه چند تا فان فکت از کشور انگلیس بهتون بگم که 100% نمیدونستی. تو انگلیس روزانه مردم 165 میلیون فنجون چایی میخورن. باورتون میشه؟ من که باورم نمیشه. هوای اینجا جوریه که اگه آفتابو دیدی فقط دوست داری 2 دقیقه دیگه بیشتر باشه، چون تو 10 دقیقه 100 مدل هوا عوض میشه اینجا و هی آفتابی ابری، آفتابی ابری، بارونی، خیلی هواش بده. مورد سوم، رانندگی اینجا کاملا برعکسه، چون فرمون ماشینا سمت راسته، پس خیابوناشون هم برعکسه. یعنی فکر کن وارد میدون که میشی، عوض اینکه سمت چپ بپیچی سمت راست میپیچی. یه چیز واقعا باور نکردنی که من خودم باش نمیدونم چجوری میخوام کنار بیام. یه فان فکت دیگه، انگلیسی عاشق تو صف وایسادنه. پس اگه دیدین یه صف 2 کیلومتریه و خودتون سوال نشه که این صف چیه، 100% ممکنه صف یه چیز خیلی مسخره‌ای مثل نون باشه، چون اینا عاشق صف وایسادنن واسه یه چیزی که خیلی مسخره ممکنه به نظر برسه. و فان فکت آخر، اونم فوتبال. انگلیس زادگاه فوتبال حرفه‌ایه، پریمیر لیگ. واسه همین مطمئنم که عاشقای فوتبال حتما میخوان که به این کشور حتما سفر کنن. حالا از اینا که بگذریم میرسیم به شهر برمینگهام. بزنین راجع به شهر برمینگهام بهتون چند تا فان فکت خیلی جذاب و باحال بدم. برمینگهام دومین بزرگترین شهر انگلیسه، شهری که توش بیشتر از 500 تا پارک وجود داره. یعنی اینکه شما بیشتر از 1 سال طول میکشه بخواید همه این پارک‌ها رو برین. یه فان فکت دیگه این که اینجا بیشتر از 560 کیلومتر کانال آبی وجود داره. بله درست شنیدید، حتی بیشتر از ونیز. و جالب ترین فان فکت اینه که سریال پیکی بلایندرز مال برمینگهامه. بله مال محله اسمال هیث تو برمینگهام، ولی الان دیگه مثل قبلا نیست که گنگسترها تو شهر باشن، الان همه چی نرماله. ولی بله این سریال هم مال این شهره. By order, the Birmingham Urban District Council. بچه امیدوارم که این چیزایی که بهتون گفتم رو دوست داشته باشین و اگر تو کامنت ها بنویسید ویدیوی بعدی از این اپیزود ولاگ برمینگهام خواهد بود. با هم دیگه میریم و همه این جاهایی که گفتم رو با هم دیگه نزدیک میبینیم. اگر خیلی دوست داشتین تو کامنت ها بنویسید و با تم تامی شلبی میریم و این جاها رو بهتون نشون میدم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیوی دیگه تیک کیر گایز.